از امروز اومدیم گلیا پوش بازی کنیم، اونم با شما. اول بعدم میکنیم گلیا پوش خیابونی. اگه تو کامنت ها بگید بگیم. هرچه این گویمونه و میریم گلیا پوش. اگه انتخاب کنیم دست بزن بگم دست راستم اینه که دارم تکونش میدم، دست چپ اینه. و اگه انتخابتون دست راسته، اگه دست چپه پس باید بگم اشتباه. اگه دست راسته بفرمایید درست. اگه من بردم بالای 3 بار، یعنی 5 بار میریم، اگه من 3 بارشو بردم تو رو خدا سابسکرایب کن. گل نشونم این بسیار ساده بود. اگه دست چپ اشتباه، اگه دست راست درست. اگه دست چپم بود پس بسیارم درست. اگه دست راست من بودید واقعا غلط بود. من دیگه باید برم بشینم رو صندلی. خب بریم با گلیا پوش. افتاد. سابسکرایب. بریم. دست راست، دست چپ. دست راست درست، دست چپ غلط. دست راست درست، دست چپ درستی غلط. اینا شد. این یکم سخت شد. 5 ثانیه فرصت من یه خالی بازی هم براتون میرم. من تو آینه خودم میبینم. این دست درست، این دست درست، این دست غلط. یه دور دیگه. ای بابا نمیشه. چرا این با یه بار این حرکت اگه دست راستم بود غلط، اگه دست چپم بود درست. چرا تو دود میدونم معلوم نیست. معلوم شد. بریم. این گویا دست چپم، دست راستم ببخشید. دست راست یا دست چپ. 3 ثانیه انتخاب. خب دست چپ غلط، دست راست درست. بچه اگه باختید 3 بار رو تو رو خدا یه لایک بکنید یا سابسکرایب. مرسی. خب امیدوارم خوشتون اومد باشه. و ویدیو حتما چنل سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید. یه گلیا پوش خیابونی هم تو راه خیابونه به مردم بگیم که
کدوم گله کدوم پوچه. مرسی ویدیو نگاه کردید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.